اومدیم ادامه همون پارت ماینکرافت سوروایوالمون از اونجا که نت نداشتیم واسه لایو استریم، واسه همین اومدم ویدیو لانگشو بگیرم که بعدا نت گرفتم باز آپلودش کنم. بیبی زومبی بمیر. آها خب گوشنامه نمیتونم راه برم. خب همون اگر پارت لایو استریم رو ندیدین حتما برین اونو هم ببینین که داشتیم از این بایوم چری و این ویلیج استفاده میکردیم و داشتیم یه دونه خونه درست میکردیم. آها خب بلاک چری میخوام، این که بلاک اف کوله. شاید از خودتون بپرسین که این 4 تا این چند تا گلدن اپل رو ندیدین از کجا آوردی. خب واسین الان بهتون داستان رو توضیح میدم، چون که به احتمال 80% لایو استریم رو ندیدین. پله بود اندی وای لگم. ببینین من اینجا یه دونه مادیو اضافه کردم که به استراکچرهای بازی یا به همون صندوقهای استراکچرها اوپی میکنه. صندوقهای استراکچرها رو اوپی میکنه. اوپی چست. خب این هیویلاشون هم بزنیم. غذای خوبی هن. اینو بندازش. اینها رو هیویل بلاک میکنیم ما اینها رو. بکن اون پیلیجر اوتوسر که رفتیم و لوتش کردیم. اگر ندیدین که به احتمال 90% ندیدین پارت قبل رو. خب برو بالا. واتر باکتو خب برو بالا. چوب چری ندارم. نه میریم میکنیم چوب چری. خب من اینجا کات میدم. بله کات میدم تا میرم میکنم، یا اینجا رو به کات میدم یا سرعتش رو زیاد میکنم. خب رفتیم و دیدین دیگه، رفتیم و چوب جمع کردیم. آها شد یه استک. 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2 1 و 2. اینا رو اشتباه زدم. یک خب حالا باید اینا پوستشون رو بگیریم.
اینجا بذار. آها خب الان اوکیه. آهن چقدر دارم؟ آهن خوبه. آهن وای جا کم دارم به جای از اینا. خب حالا میریم خب بعد اینکه چوب زدم اینجا رو تکمیل کردم و یه حالت شطرنجی طور بهشون اضافه کردن که باله. بعد اینجا سقف رو بذاریم که واسه اون سقف هم باید کلی چوب و موب بکنیم. این در بسته یعنی چه باگیه؟ خب اینجا رو من یا کات میزنم یا ویدیوشو سرعتی میکنم. سعی کنم ویدیو کات بزنم. حالا تو ایدیت باز پس این میگی هیچ کار کنیم فعلا چون خیلی نیاز دارم. خب چوبامون رو زدیم. حالا باید بریم اینها رو درستش کنیم. من چرا رفتم اینجا با اینکه باید بیام اینجا؟ خب یک استک جمع شده. اوکی یک استک جمع شده. بیا اینجا تورچ بساز. چه کم دارم تورچ. باز خوبه که آیرون اینگات دارن، یعنی آیرون اینگات دارن که بخوام بکنمش آیرون ناگت. 1 و 2 3 و 4. خب پورتو که رفتین تیبل و اینجا آیرون اینگات درست کن. 1 2 3. خب حالا اینها رو میاییم اینجا و میذاریم. اینها هزینه ساخت زیادی میخوان. یه دور دیگه هم باید بذارم. خب حالا به اون 4 تا لنترن میده که ما اینا رو واسه سقف خونمون نیاز داریم. بلاک بذار برو بالا. این یکی رو بکن. نه خب بلاکمون رو میذاریم. کجا میری؟ برو آروم. بلاکمون رو میذاریم و تا این سقف هم اوکی شه دیگه. بعدش لنترنا رو میذاریم. بعد خونمون درست میشه. دیگه ندارم. نه مثل اینکه بازم باید بریم چوب چری بگیریم. من فعلا یه دونه لنترن بذار اینجا، یه دونه بذار که باز مابی اسپان نشه. وای دهنت سیریس. وای اسب اومده تو صورتم وایستاده. کجا رفت؟ بازم بریم چوب چری بزنیم. من نمیدونم چرا فقط تمام بیلدهای خوشگلی که من میکنم همش با چوب چری. بعد از چوب چری خوشم میاد. نمیدونم
اگر من میخواستم اون خونه لول مکس رو درست بکنم، اون دیگه باید خیلی آهن میخواست. آهن و چوب چریش زیاد بود. چوب چری واسه همین زیاد میکنیم. خیلی لگم، نمیدونم چرا انقدر لگم. همینم بزن تمام. خب برگردیم به خونمون. از دور چه خوشگل دیده میشه. نگاه کنین، از دور شاید جالب، انگار یه قلعه. آه باحاله از دور. خیلی لگم، بدون شیدرم لگم. FPS بالایه. خب برو تو کرافتین تیبل. 36 تا کافیه دیگه. آره بابا کافیه. اینا خیلی اینا خیلی هم اتفاقا زیادن. خب اینم از سقف. حالا یه دونه لنترن اینجا، یه دونه اینجا. کم لنترنا کمه. خب کجا اصلا تاریک‌تر؟ اینجا. نه اینجا اصلا تاریک‌تر نیست. باید یه جای بهتر بذارمش، مثل اینور خیلی تاریکه. الان میتونم بخوابم؟ بله. خب این ستونی هم که اینجا گذاشتیم باید بکنیم. خب حالا باید بهش طرح بدیم. اینجا خب الان خوشگل شد. داشت میومد سمت من. به راه رو کنم که شیشه داریم. کجا میای باز خدا؟ خب واسه من اینجا یه دونه واتر باکت داشتم. توی اینونتوریمه. خب بیا اینجا و هو درست کن. هو نیاز دارم چون که میخوام کشاورزی کنم. 2 تا دایمن بردار. یه دونه هوی دایمندی. خب اینم بکن ببر توی خونه بذار. ای بابا. خب اینا رو هم بذار توی خونه. این کرافتین تیبل هم بذار. خب من 3 شیشه دارم. بیا دیگه. یکی که نمیخواد بیاد. خب الان ما میریم و بعد اینجا یه دونه چال بکنیم.
این از این آیلگم دونه آبم از اینجا بگیر و خب حالا ما یه دونه آب بی نهایت داریم. خب حالا این شد مزرعه‌مون که باید یه کاری هم بکنیم. اون چه کاریه؟ باید بریم اینجا اینها رو پلنگ کنیم. خب حالا باید اسلب درست کنیم. همینقدر کافیه که این اسلب ها رو بیاریم و روی این آبها بذاریم. این بالا، این بالاش، ببین اون زیر هنوز آب هست. طوری میکنن که باز باز توی این چاله ها نرم، باز اعصابم خورد بشه. فکر کنم اینجا دونه داشتم. دونه انا سید برجلو دیگه. ایندی همین الان باید کیبورد یه لحظه خیلی لگم. اما من اینجا نباید بکارم چیزی. اینجا رو من اسلب میزنم. برو دیگه. خب اینم از این. خب مرسی که تا انتهای این ویدیو با من بودین و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.